الهی به امید تو. سلام بر شما. سرخط خبرها. معافیت تازه سفر سراج الدین حقانی از سوی شورای امنیت سازمان ملل. شورای امنیت گفته است که هدف سفر حقانی به امارات متحده عربی اشتراک در نشست امنیت، ثبات و مصالحه است. نشست سوم دوحه فرصت مناسب برای حل چالش‌های افغانستان. رضا اوتونباییوا گفته است که آنان برای بحث درباره چگونگی مبارزه با مواد مخدر و تحریم‌های مالی و بانکی آمادگی کامل دارند. تأکید نماینده ویژه آمریکا بر شمولیت حقوق بشر در اجندای مذاکرات آینده افغانستان. رینا امیری میگوید تا زمانی که موضوع حقوق بشر در اجندای گفتگوهای آینده افغانستان قرار نگیرد، نقض حقوق بشر در این کشور پایان نخواهد یافت. و رزمایش نظامی اسرائیل بر ضد حزب الله لبنان. مشروع خبرهای این ساعت از یک با من سبقت سپر. شورای امنیت سازمان ملل متحد معافیت تازه سفر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله امارات اسلامی را تصویب کرده است. این سازمان گفته است که هدف از سفر حقانی به امارات متحده عربی اشتراک در نشست امنیت، ثبات و مصالحه است. پیش از این نیز کمیته شورای امنیت معافیت ممنوعیت سفر سراج الدین حقانی و 3 مقام دیگر امارات اسلامی را به هدف اشتراک در مراسم حج تایید کرده بود. در این رابطه نورس عفت. شورای امنیت ملل متحد معافیت تازه سفر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله امارات اسلامی را تصویب کرده است. این سازمان گفته است که هدف از سفر حقانی به امارات متحده عربی اشتراک در نشست امنیت، ثبات و مصالحه است. پیش از این نیز کمیته شورای امنیت ملل متحد معافیت ممنوعیت سفر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست وزرا عبدالحق وثیق رئیس استخبارات و نور محمد ثاقب سرپرست حج اوقاف را به هدف اشتراک در مراسم حج تایید کرده بود. بر اساس قطعنامه 1988 معافیت ممنوعیت سراج الدین حقانی به ابوظبی به منظور اشتراک در نشست امنیت، ثبات و آشتی منطقه‌ای صادر شده است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نخستین سفر حقانی از کشورها خواسته بود که برای سفر شماری از مقام‌های امارات اسلامی که در فهرست ممنوعه قرار دارند باید مجوز دریافت شود. بنابراین سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا به خاطر تعامل با طالبان و حکومت سرپرست از نمایندگان آنها به نشست سوم دوحه هم من حیث حاکمان فعلی افغانستان دعوت نمایند که سفر آینده آقای سراج الدین حقانی و رفع ممنوعیت به سفر آنها به خاطر رفتن به ابوظبی هم در آستانه نشست سوم دوحه صورت میگیرد. در همین حال آگاهان نیز معافیت سفر مقام‌های امارات اسلامی را توسط شورای امنیت می‌ستایند. چنین یک اقدام می تواند در آینده بالای تمام اعضای امارات اسلامی قیودات وضع شده رفع گردد و سایر کشورها نیز در این زمینه همکاری های خود را اعلام کنند. گفتنی است که این دومین سفر سرپرست وزارت داخله به بیرون از کشور است. او در ماه گذشته نیز در رأس هیئت به ابوظبی رفته و با امیر آن کشور دیدار کرده بود. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی در دیدار با رضا اوتونباییوا گفته است که در سومین نشست دوحه آنان برای بحث درباره چگونگی مبارزه با مواد مخدر و تحریم‌های مالی و بانکی آمادگی کامل دارند. نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در این دیدار نشست دوحه را فرصت مناسبی برای حل دشواری‌های افغانستان پنداشته است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که توماس وست و رینا امیری نمایندگان ویژه آمریکا برای افغانستان نیز در نشست سوم دوحه اشتراک میکنند. گزارش از خالد عمری.
سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی و رضا آتونبای و رئیس یونما درباره دستور کار و موضوعات مرتبط با اشتراک هیئت امارت اسلامی در نشست دوحه گفتگو کردند. آقای متقی در دیدار با رئیس یونما در افغانستان گفته است که در سومین نشست دوحه نمایندگان امارت اسلامی برای بحث درباره چگونگی مبارزه با مواد مخدر و تحریم‌های مالی و بانکی آمادگی کامل دارند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در خبرنامه نوشته که در ترکیب هیئت امارت اسلامی نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، داخله، صنعت و تجارت شاملند. در این دیدار دو طرف در مورد نکات دستور کار و سایر موضوعات مرتبط با اشتراک هیئت امارت اسلامی افغانستان در نشست آینده دوحه بحث و تبادل نظر کردند. امیرخان متقی گفت که در مورد موضوع مواد مخدر و تحریم‌های وضع شده امارت اسلامی آمادگی کامل دارد. از متد استفاده خواست شد که در بین مجلس صحبت سر اصل اجندا صورت میگیره و تصامیمی که باید اتخاذ شد از قبل گفته شده و فکر میکنم با طرفین جانبین اصل اجندا هم شریک شدن در بازده قبلی به خاطر طالبا هم علاقمند عزیز که در این نشست اشتراک کنند. امید به است که در کل این نشست به نفع مردم افغانستان و رفع مشکلات افغانستان باشه. همزمان با این میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفته است که توماس ویس و رینا امیری نماینده های ویژه آمریکا برای افغانستان در نشست سوم دوحه اشتراک می کنند. آقای میلر هدف از حضور نماینده های آمریکا در این نشست را برجسته‌سازی موضوعات حقوق بشری و تامین آن از سوی امارت اسلامی دانسته است. توماس وست و رینا امیری نمایندگان ایالات متحده برای افغانستان در سومین نشست دوحه اشتراک خواهند کرد. نشست سوم دوحه پس از رایزنی‌های سازمان ملل متحد با طالبان متمرکز بر موضوع بخش خصوصی و بانکداری، مبارزه با مواد مخدر و چگونگی تعامل جهان با طالبان است. حضور نماینده ما در آن نشست با این هدف صورت می‌گیرد که همراه با جامعه جهانی به طالبان تاکید کنند که به تعهدات خود نسبت به رفتارشان در برابر زنان عمل کنند. گفتنی است که قرار است تا 3 روز دیگر نشست سوم دوحه درباره افغانستان با حضور نماینده های 27 کشور جهان و هیئت از امارت اسلامی به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر برگزار شود. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان گفته است تا زمانی که موضوع حقوق بشر در اجندای گفتگوهای آینده افغانستان قرار نگیرد، نقض حقوق بشر در این کشور پایان نخواهد یافت. این در حالی است که قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل درباره افغانستان تا چند روز دیگر برگزار شود، اما در این نشست حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران از دستور کار اصلی حذف شده است. جزئیات بیشتر با سونیتا عزیزی. گفته های تازه نماینده ویژه امریکا درباره حقوق بشر و بانوان افغانستان. نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان گفته است که نزدیک به 50 سال می شود که افغانها از وجود خشونت در هر نظام رنج می برند و تا زمانی که موضوع حقوق بشر در آجندای گفتگوهای آینده افغانستان قرار نگیرد، نقض حقوق بشر در این کشور پایان نخواهد یافت. بانو امیری این اظهارات را در صفحه کاربری اکسش به مناسبت روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه مطرح کرده است. نزدیک به 50 سال است که افغانهای بیگناه از شکنجه و خشونت در هر حکومت در افغانستان رنج میبرند و تا زمانی که موضوع حقوق بشر در آجندای گفتگوهای آینده افغانستان قرار نگیرد، نقض حقوق بشر در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت. این در حال است که قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل درباره افغانستان تا چند روز دیگر برگزار شود، اما در این نشست حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران از دستور کار اصلی حذف شده‌اند. اشغال دو ابرقدرت جهانی مثل اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا و شریکان سازمان نظامی ناتویشان مشکلات مردم افغانستان را زیادتر ساخته و نه تنها که تعداد از افغانها ناقصین حقوق بشر می باشد، بلکه نظامیان خارجی که در کشور ما جنگ می نمودند نیز به صراحت حقوق بشر را نقض نموده است. از سوی دیگر گزارش شده است که در سومین دور نشست دوحه تنها به موضوع تحریم ها بر سیستم مالی و بانکی، چالش های بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر پرداخته خواهد شد.
از سولان در بامیان از جان باختن 17 عضو 2 خانواده از اثر جاری شدن سیلاب‌ها در مناطق هزاران چشمه، دزدان چشمه و پودینتو خبر دادند. آنان افزودند که تا اکنون جسد 7 تن آنان پیدا شده و 10 تن دیگر ناپدید هستند. این در حالی است که در سال جاری بیشتر مناطق افغانستان گواه جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر بوده است. چین در بخش حمل و نقل هوایی و افزایش پروازها میان کابل و بیجینگ با امارت اسلامی همکاری میکند. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در دیدار با سفیر چین درباره توسعه روابط حمل و نقل هوایی و افزایش پروازها بین دو کشور گفتگو کرده است. تأکید بر توسعه روابط حمل و نقل هوایی میان کابل و بیجینگ. سفیر چین در دیدار با سرپرست وزارت حمل و نقل هوایی کشور برای همکاری در این بخش تعهد کرده است. وزارت حمل و نقل و هوانوردی گفته است که دو طرف درباره توسعه روابط حمل و نقل هوایی و افزایش پروازها بین دو کشور گفتگو کرده اند. ما درباره همکاری دو جانبه، توسعه روابط حمل و نقل هوایی و افزایش پروازها میان کابل و بیجینگ بحث و گفتگوی همه‌جانبه داشتیم. دیدار وزیر تجارت با سفیر چین و تاکیدشان بر تعاملات اقتصادی، خصوصا راهکارهای هوایی که افغانستان به چهارراه هوایی افغانستان منطقه و کشورهای همسایه مبادله شود، بسیار یک اقدام خوب است. هر تعاملات تجارتی با چین داشته باشیم به همون اندازه به نفع مردم افغانستان تمام میشه. در همین حال آگاهان افزایش حمل و نقل هوایی را در پیشرفت اقتصاد کشور مؤثر دانسته اند. یکی از موضوعات عمده و کلیدی بحث زنجیره تامین و یا هم ترانسپورتیشن حمل و نقل است. برپیمانی دهلیزهای هوایی و زمینی بیشتر بوده باشه و روزنه‌های بیشتر به کشور باشه مستقیما با اقتصاد کشور اثر داره. بنان روابط درست با کشور چین و سایر کشورها در بود هوانوردی و تجارت زمینی فضایی مستقیما میتونه رشد اقتصادی کشور را تعریف کرده باشه. این در حال است که کشور چین در بخش‌های گوناگون با امارت اسلامی همکاری نزدیک و همه‌جانبه دارند. به ادامه خبرها از یک خوش آمدید. سفارت افغانستان در مالزیا از دیدار سفیر امارت اسلامی و رئیس اجرایی شورای مشورتی سازمان اسلامی آن کشور خبر داده است. نقیب الله احمدی سفیر امارت اسلامی در مالزیا در این دیدار درباره تجارت و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بحث و گفتگو کرده است. گزارش از مریم تیموری. دیدار سفیر افغانستان با رئیس اجرایی شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزیا. سفارت افغانستان در مالزیا از دیدار سفیر امارت اسلامی با رئیس اجرایی شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی آن کشور خبر داده است. نقیب الله احمدی سفیر امارت اسلامی در مالزیا در این دیدار با فارس حاجی حسین درباره تجارت و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بحث و گفتگو کرده است. آقای حسین در این دیدار گفته است که می‌خواهد در زمینه‌های تجارت و کمک‌های بشردوستانه با افغانستان همکاری کند. لکه څنګه افغانستان کې بیکاری او بیوزلی کچه لوړه ده، مهاجرین هم را روان دي افغانستان ته او خصوصا هغه طبیعي آفتونه چې سیلابونه راغلي دي، خلک بې ځای کړي دي، خلکو ځمکې او کورونه وران کړي دي، نو بشري مرسته اشد ضرورت دی. زما هیله دا ده چې منظم دغه بشري مرستو لپاره په ټولو ولایتونو کې هغه خلک چې مهاجر دي یا بیوزله دي، فقیر دي، د دوی حکومت یو مکمل ډیټابیس د ولکلو د ولسوالیو د ولایتو جوړ کړي. در همین حال با باور آگاهان اقتصادی چنین دیدارها برای رشد اقتصاد افغانستان سودمند بوده میتواند. هر شود که در این مورد عمدتاً دو تا نکته بسیار بر من عمده است. که اولی که سفیر حاکمیت افغانستان وظیفه خود شناخته و برخلاف بسیاری از سفرهای که تا در گذشته بودند چنین کارهای انجام نمیدادند و یک کار انجام دادند و ملاقات را انجام دادند و ملاقات هم بر اساس یک نوع مأموریت اقتصادی بوده. از سوی دیگر این سفارت گفته است که قرار است هیئت از این شورا در ماه اگست سال روان میلادی برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان به کابل سفر کند. این در حال است که دولت مالزیا همواره خواستار گسترش روابط با امارت اسلامی شده است.
شماری از صنعتکاران و فروشندگان قالین در جوزجان از نبود بازار و کاهش خرید تولیداتشان شکایت دارند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا با ایجاد نمایشگاه‌ها زمینه صادرات کالاهایشان را به خارج از کشور فراهم کنند. در همین حال مسئولان محلی ریاست صنعت و تجارت جوزجان از ایجاد نمایشگاه‌ها در آینده نزدیک خبر دادند و می‌گویند که برای صدور محصولات صنعتکاران این ولایت تلاش خواهند کرد. گزارشی از میلاد تنزئی. نبود بازار برای فروش فراورده های صنعتکاران در ولایت جوزجان. شماری از صنعتکاران و فروشندگان قالین در جوزجان از نبود بازار و کاهش خرید تولیداتشان شکایت دارند. 1 متر 50 روپیه 60 روپیه بود. حال 1 متر قالین 35 40 روپیه رسیده. اینه در کیلوی تار پارسال بود 500 روپیه، حال 250 روپیه رسیده. چرا که همی فروشات نیست، خریدار نیست. اگر خریدار باشه فروشات میشد. این تنها ما نیست، این ولایت جوزجان 80% دستافت ما مردم عادی کار خدا پیش میبریم. ما مردم زراعت نداریم. شماری از این قالین فروشان از امارت اسلامی می‌خواهند تا با ایجاد نمایشگاه‌ها زمینه صادرات کالاهایشان را به خارج از کشور فراهم کنند. حکومت باید یک جای صحیح بر ما مناسب پیدا کنه. مردم بیا از نزدیک یک جای صحیح باشه، قالین آوار کنیم مثال خوش به فعلا فروشات قالین موقع زیاد نیست. نمایشگاه اگر شاید در جوزجان یا در مزار یا در کابل برگزار شود، قالین ما اگر در اونجا در نمایش گذاشته شود قالین ما شاید پیدا کنه. میخواهیم که ما از دولت خود اگر بر ما همین زمینه را بر ما فراهم کنه، ما بتونیم که امیر از وطن خود دایرکت به خارج امیر ارسال کرده بتونیم. یگانه آرزوی ما اینمی است که ما دستبافت خود باید به نام خود ما، به نام خود افغانی باید همین چیز زده شود که باید دایرکت به خارج رفته از خود افغانستان به خارج ارسال شود. یگانه آرزوی ما اینمی است. در همین حال مسئولان محلی ریاست صنعت و تجارت جوزجان از ایجاد نمایشگاه‌ها در آینده نزدیک خبر داده میگویند که برای صدور محصولات صنعتکاران این ولایت تلاش خواهند کرد. امارت اسلامی افغانستان به خاطر ایجاد مارکت نظر به پروسیجر امارت اسلامی افغانستان تلاش داره که به اینا یک نمایشگاه، یک مارکت جای مناسب تهیه کنند. گفتنی است که صنعت قالین بافی از صنایع با ارزش و کهن در ولایت جوزجان است که به دلیل کیفیت و طرح‌های منحصر به فرد همواره مورد توجه خریداران داخلی و خارجی قرار گرفته است. باز هم به خبرها خوش آمدید و حال نگاهی میندازیم به خبرهای از جهان. در حالی که اسرائیل از جنگ احتمالی بر ضد حزب الله لبنان هشدار داده، همزمان ارتش آن کشور آزمایش نظامی انجام داده است. در سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی درباره کشتی سازی در مسکو گفته است که نیروی دریایی کشورش در سال 2024 بیش از 40 کشتی و قایق دریافت خواهد کرد. شرح بیشتر با احمد شاه شکومن و در ادامه هم چند خبر. در حالی که اسرائیل از جنگ همه‌جانبه احتمالی بر ضد حزب الله لبنان هشدار داده، همزمان ارتش آن کشور آزمایش نظامی انجام داده است. لانگوار ژورنال گزارش داده است که در این آزمایش نظامی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز اشتراک کرده اند. بر بنیاد این گزارش این آزمایش نظامی در شمال اسرائیل و برای 2 روز برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی درباره کشتی سازی در مسکو گفته است که نیروی دریایی کشورش در سال 2024 بیش از 40 کشتی و قایق دریافت خواهد کرد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری تاس روسیه، رئیس جمهور آن کشور هدف از افزایش شمار کشتی‌های نیروی دریایی کشورش را به روزرسانی همه‌جانبه این نیروها دانسته است. خبرگزاری دولتی سوریه در ساعت‌های اول صبح پنجشنبه گزارش داد که حمله اسرائیل به موضع‌های گوناگون در جنوب سوریه چند کشته و زخمی داشته است. این حمله ها در منطقه سید زینب در جنوب پایتخت سوریه، جایی که مواضع سپاه پاسداران ایران قرار دارد، انجام شده است. پیشتر صدای انفجارهای در جنوب دمشق نیز شنیده شده بود.
پس از آن که مقام‌های روسیه تأکید کردند که انتظار دارند جمهوری اسلامی ایران هرچه زودتر توافق جامع جدید را امضا کند. آنچه توافقنامه راهبردی ایران و روسیه در حوزه انتقال گاز دانسته شده در تهران امضا شد. در این قرارداد گاز روسیه وارد ایران می شود که دومین ذخیره‌های بزرگ گازی جهان را در اختیار دارد. همزمان با افزایش تنش‌ها میان لبنان و اسرائیل از بهر حمله‌های حزب الله بر اسرائیل، رئیس جمهور ترکیه میگوید که در کنار لبنان خواهد ایستاد. پس از تصویب پیشنویس تازه از سوی آلمان برای تسهیل اخراج شهروندان حامی هراس افغانی، رابرت هابک معاون نخست وزیر آلمان اعلام کرد که اسلام در آلمان ریشه دارد ولی افراطگرایی جایگاهی در آن کشور ندارد. و حال هم نگاه می اندازیم به خبرهای ورزشی. تیم ملی کرکت کشور پس از شکست در برابر تیم افریقای جنوبی از ادامه بازی‌های جام جهانی 20 اوره حذف شد. در آغاز بازیکنان کرکت افغانستان توپزنی کردند که در نتیجه با از دست دادن تمام ویکت‌هایشان 57 دوش برای افریقای جنوبی هدف تعیین کردند، اما بازیکنان افریقای جنوبی با از دست دادن یک ویکت و در آور 9 هدف داده شده را پوره کردند. بیش از این نیز تیم ملی کرکت کشور بنگلادش را با تفاوت 22 دوش شکست داده بود. تیم ملی فوتبال گرجستان در آخرین دیدار مرحله گروهی و از گروه ششم مسابقات یورو 2024 با 2 گل پرتغال را با کریستیانو رونالدو شکست داد. گرجستان با این پیروزی به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد. کریستیانو رونالدو در این دیدار نتوانست در گلزنی موفق شود. در همین حال تیم ملی فوتبال ترکیه در آخرین دیدار از هفته سوم مرحله گروهی یورو 2024 با نتیجه 2-1 جمهوری چک را شکست داد و با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه ششم به مرحله حذفی صعود کرد. تیم جمهوری چک نیز با این شکست از ادامه مسابقات حذف شد. مرحله گروهی مسابقات فوتبال یورو 2024 به پایان رسید و 16 تیم رایافته به 1/8 نهایی مشخص شدند. تیم‌های سوئیس، ایتالیا، آلمان، دنمارک، انگلستان، اسلواکیا، اسپانیا، گرجستان، فرانسه، بلژیم، پرتغال، اسلوونیا، رومانیا، هلند، اتریش و ترکیه تیم‌های راهیافته به مرحله حذفی هستند. به همین ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبرها. از همراهیتان سپاسگزار. به امید دیدار. خدا نگهدار. شب روز بخیر.